أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، و حالا ما و شما در مستوای اول از قسم‌های تعبیر قسم یکم در قرار داریم و ما و شما از این درس ها چند درس گذاشتیم. درباره شناسایی 4 درس کردیم و درباره شعبه یعنی فاکولته همچنین یک درس گذاشتیم و حالا طالب نو در فاکولته است. در این باب باز حوار دویمش رو میخونیم. الدراسة فی الشعبة، درس دویم ما و شما در فاکولته، شاگرد نو در فاکولته، موضوعش الدراسة فی الشعبة می باشد، یعنی که خواندن در فاکولته، در قسم، خواندن در قسم. الدراسة یعنی که خواندن، فی الشعبة در قسم یا در فاکولته. الحوار الثانی، حوار دویم. حوار دویم بین رشید و محمد هست. در این قصه رشید با محمد صحبت میکند. رشید میگوید که متى تذهب الى الشعبة، میگوید که کی فاکولته میروی. متى کی تذهب میروی تو الى الشعبة به طرفی فاکولته. پس در ترجمه ما این جمله رو میگویم که کی فاکولته میروی تو، کی فاکولته میروی. محمد جواب میتید که اذهب الیها فی السابعة صباحا، میگوید که فاکولته میروم در ساعت 7 صبح. فی السابعة یعنی که ساعت 7، صباحا یعنی در وقت صبح یعنی سحر. اذهب الیها یعنی که میروم به طرف فاکولته. فی السابعة صباحا در ساعت 7 صبح، در ساعت 7 سحر. اذهب الیها فی السابعة صباحا یعنی که به طرف فاکولته میروم در ساعت 7 سحر. رشید باز میپرسد که و متى تعود الى المهجع، یعنی که کی به خوابگاه بر میگردی. و متى کی تعود بر میگردی تو الى المهجع یعنی به خوابگاه. و متى تعود الى المهجع و کی به طرف خوابگاه بر میگردی. محمد جواب میتید که اعود فی الواحدة ظهرا. اعود فی الواحدة ظهرا یعنی بر میگردم در ساعت 1 پیشین. ظهرا یعنی در وقت پیشین، در هنگام پیشین. اعود فی الواحدة ظهرا یعنی که در ساعت 1 پیشین، یک نصف روزی بر میگردم. رشید باز میپرسد که ماذا تدرس فی الشعبة، یعنی چی تعلیم میگیری در فاکولته. ماذا تدرس یعنی که چی تعلیم میگیری تو فی الشعبة در فاکولته یا در قسم. ماذا تدرس فی الشعبة چی میخوانی یا چی تعلیم میگیری. تدرسو میخوانی میشود یا که تعلیم میگیری. فی الشعبة در فاکولته. محمد جواب میتید میگوید که ادرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف، میگوید که زبان عربی و قرآن کریم و حدیث شریف را تعلیم میگیرم. ادرسو تعلیم میگیرم یا که میخوانم. ادرسو میخوانم اللغة العربية زبان عربی را، والقرآن الكريم و قرآن کریم را، والحدیث الشریف و حدیث شریف را. یعنی که میگوید همین کتاب ها را یا همین قسم ها را یا همین
فنها را، زبان عربی و قرآن کریم و حدیث شریف را میگوید میخوانم. رشید باز میپرسد که کم یوما تدرس فی الاسبوع، یعنی که چند روز میخوانی در یک هفته، فی الاسبوع در یک هفته. کم یوما یعنی چند روز، کم چند، یوما روز، کم یوما چند روز، تدرس فی الاسبوع یعنی میخوانی، تعلیم میگیری در یک هفته. محمد جواب میتید میگوید که ادرس فی الاسبوع 5 ایام، میگوید تعلیم میگیرم، میخوانم در یک هفته 5 روز. ادرسو میخوانم، فی الاسبوع در یک هفته، 5 ایام 5 روز، 5 ایام روز، 5 روز. ادرس فی الاسبوع 5 ایام یعنی درس میخوانم در یک هفته 5 روز. رشید میگوید که و کم حصه تدرس فی الیوم، چند حصه میخوانی در یک روز. و کم حصه یعنی که چند حصه، یعنی چند درس، چند حصه، چند درس. تدرس فی الیوم میخوانی تو در یک روز. محمد جواب میتید میگوید که ادرس فی الیوم 5 حصص، ادرس فی الیوم 5 حصص، میگوید که تعلیم میگیرم، میخوانم در یک روز 5 حصه، یعنی در یک روز 5 درس میخوانده است. 5 درس میگوید در یک روز میخوانم، 5 حصه درس را میخوانم. پس این بود گفتگو و این گفتگو را اولا حفظ میکنید، در ذهنتون میگیرید، زیرا که این بسیار مهم است برای انسانی که میخواهد درباره درس‌هایش معلومات بتید و یا درباره روزها یا که چند درس خوندن و خلاص که برای کسی که میخواهد عربی گپ زند این درس ها مهم است براش. تدریبات مشقها. التدریب الاول مشق یکم، اجیب یعنی که جواب بده تو، فعل امر است. اجیب یعنی جواب بده تو ای خواننده. رقم 1 متى تذهب الى الشعبه، کی میروی به طرف فاکولته، یعنی فاکولته کی میروی. در اینجا کی که میروی مینویسی. اگر ساعت 7 بره میگوی که السابعه صباحا، یعنی که ساعت 7 صبح میروم. یا که اگر که ساعت 8 رفتنی باشی الثامنه میگویی و ساعت چند رفتنی است همون ساعت رو مینویسی. در اینجا خلاص مینویسی که اذهب فی السابعه صباحا، یعنی که میروم در ساعت 7 صبح، در ساعت 7 سحر. و رقم 2 متى تعود الى البيت، کی بر میگردی به طرف خانه، کی بر میگردی به طرف خانه یا که کی به خانه بر میگردی. متى تعود الى البيت یعنی که کی به خانه بر میگردی. متى کی تعودو بر میگردی تو، الى به بیتی خانه، به خانه کی بر میگردی. در جواب می نویسی که مثلا اعود یعنی بر میگردم من، تعود شد بر میگردی تو، اعود کشید بر میگردم من. اعود می نویسید که اعود فی الواحدة ظهرا، مثلا در ساعت 1 پیشین بر میگردم، در ساعت 1 پیشین. یا که اگر که 2 بر بگردی میگوی که فی ثانیه ظهرا، یا که اگر 3 برگشتنی باشی فی ثالثه میگوی. ساعت چنده که بر میگردی به خونه را همون ساعت رو در اینجا می نویسید. رقم 3 ماذا تدرس فی الشعبه، چی میخوانی در فاکولته. ماذا تدرس یعنی چی میخوانی، فی الشعبه در فاکولته، در فاکولته چی میخوانی. در جواب می نویسید که ادرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. یا که چیزی را که میخونید همون را می نویسید. اگر که صرف نحو بخونید می نویسید که ادرس النحو، یا که می نویسید که ادرس الصرف، یا می نویسید که ادرس الفقه، یعنی فقه میخونم. هر چیزی را که میخونید همون را در اینجا نوشته میکنید. رقم 4 کم حصه تدرس فی الیوم، چند حصه در یک روز میخوانید. این سوال است، جوابش رو باید بنویسید. یعنی چند درس در یک روز میخوانید. در اینجا می نویسید که 5
حصص خمس حصص، یا که می نویسید که ادرسو خمس حصص فی الیوم، یعنی که در یک روز 5 حصه میخوانیم. در یک روز 5 حصه میخوانیم. رقم 5 کم صلاتا تصلی فی الیوم، چند نماز را یا چند نماز در یک روز میگذاری میخوانی. در یک روز چند نماز میخوانی؟ کم صلاتا تصلی فی الیوم، یعنی چند نماز در یک روز میخوانی. تصلی نماز خواندن را میگوید. تصلی یعنی که خواندن نماز، یعنی ادا کردن نماز. صلاتن نماز خودش میگن. کم چند، صلاتن نماز. کم صلاتن یعنی چند نماز. تصلی میگذاری تو، میخوانی تو، فی الیوم در یک روز. در جوابش می نویسید که ادرسو خمس صلوات ادرسو فی الیوم. بله می نویسید که ادرسو فی الیوم 5 صلوات. اصلی، معذرت میخوام، ادرسو نه، اصلی فی الیوم 5 صلوات، یعنی که در یک روز 5 وقت نماز میگذارم. فی الیوم اصلی، یا که می نویسید که اصلی 5 صلوات فی الیوم، یعنی که میگذارم، نماز میخونم در یک روز 5 نماز را. در یک روز 5 وقت نماز میخونیم، همون را نوشته میکنید. رقم 6 کم کتابا تقرأ فی الاسبوع، یعنی که چند کتاب میخوانید در یک هفته. کم چند، کتابا کتاب، کم کتابا چند کتاب، تقرأ میخوانید تو فی الاسبوع. اسبوع یعنی که هفته، اسبوع هفته، فی الاسبوع یعنی که در هفته. در یک هفته یعنی تو چند کتاب میخوانی. چند کتابی که میخوانی در اینجا مینویسی، مثلا خمسه کتب یا 7 کتب یا 9 کتب. چند کتابی که میخوانی همون را مینویسی. یا که مثلا مینویسی که 3 کتب یعنی 3 کتاب. چند تایی که میخوانی همون را در تاش مینویسی. رقم 7 کم یوما تدرس فی الاسبوع، یعنی که چند روز درس میخوانی در یک هفته. کم یوما تدرس فی الاسبوع، یعنی که چند روز تدرس میخوانی تو فی الاسبوع در یک هفته. در اینجا مینویسید که 5 ایام، یعنی 5 روز. یا اگر که عید کم بخونید مینویسید که 4 ایام، یا از 5 زیاد بخونید مینویسید که 6 ایام. 6 ایام یعنی 6 روز. 4 ایام یعنی که 4 روز. 5 ایام یعنی که 5 روز. و رقم 8 کم رکعتا صلاة الصبح. کم رکعتا صلاة الصبح، اینجا رکعتن کردگی است، می شود بگوی رکعتن یا که رکعتن. رکعتن خطا است. رکعتن یا رکعتن، این دو نمودش، دو طریقش درست است. کم رکعتن یا که کم رکعتن. کاف را فتحه بمونید یا که ساکن کنید. رکعتن یا که رکعتن. کم رکعتن صلاة الصبح، چند رکعت از نماز صبح. نماز صبح گفتن نماز بامداد، نماز صبح یا نماز فجر، نماز بامداد را میگویند. کم رکعتن چند رکعت است صلاة الصبح، نماز بامداد. نماز بامداد چند رکعت است؟ در اینجا می نویسید. مثلا می نویسید که رکعتین، یعنی فرض در نظر دارد، می نویسید رکعتین یعنی 2 رکعت است، یعنی که 2 رکعت است. اگر که سنت رو هم در بر بگیرید، یعنی 4 تا گفتنی باشید، می نویسید که 4 رکعات، یعنی که 4 رکعت است، یعنی 2 تا فرض است و 2 تا سنت، نماز بامداد. التدريب الثاني مشق الديوم. أكمل الفركة بكلمات مناسبة. أكمل الفركة. فركة خطا هست. اصلا فرق در زبان عربی هست، اما فرق مع الفرق در زبان عربی به معنای دشمنی و عداوت و بدبینی که بین زن و شوهر می شود، عربا همین را فرقش میگن. عربا همین را فرق میگن.
اینجا در به این معنی بگیر اگر این درباره زن شوهری گپ نزده است که این کلمه استفاده برده شد، بلکه اینجا در درستش والله اعلم همین است که اکمل الفراغ، اصلش همین است. به کلمات مناسبت یعنی پر کن جایهای خالی را، فراغ جایهای خالی، به کلمات مناسبت یعنی که با کلمه های مناسب، با کلمه های موافق. از این حساب جای الفرق ده بنویسید که الفراغت، اکمل الفراغت، فراغت یعنی که الف و حرف غین و حرف ت، سه چیز را بنویسید، سه حرف را، این کاف را بگیرید، فراغت، اکمل الفراغت بکلمات مناسبت، یعنی کامل کن، پر کن تو جایهای خالی را با کلمه هایی که مناسب است، موافق است. اینجا ببینید رقم 1 ده میارد، میگه که اذهبو و نقطه است، همین جای نقطه که خالی است که میره الفراغ میگن به عربی، یعنی که جایهای خالی، فراغ جایهای خالی. اذهبو اینجا در می نویسید که الی الشعبتی، الی الشعبتی یعنی که میروم، الی می نویسید به طرف شعبه، به طرف فاکولته. فی الساعت، فی الساعه که اگه اینجا در خطا است، فی الساعتی، فی الساعتی، فی حرف جاره است، از ساعتی اسم مجرور است، برای هم خاطر باید چیکارش کنه؟ مجرورش کند. ببینید اگر که شما درس گذشته از زبان عربی در یادتون باشد، اگر پس این را در یادتون میتونید بیارید که فی حرف جاره است، بعدش کلمه ای که میاد مجرور می شود. فی ساعتی، اون فتحه که در بالای ها است، ساعه که اگه اون هره فتحش دو نقطه بمونه، در تاش کسره بمونه، میشه فی ساعتی، یعنی در ساعتی السابعه صباحا، یعنی در ساعتی 7 صبح. السابعه می رسیده که 7 صباحا صبح. بعد در اینجا یک بار کاملا میخوانمش، ببینید میگوید که اذهبو الى الشعبه فی الساعه السابعه صباحا، یعنی که میروم به طرف فاکولته، یعنی فاکولته میروم در ساعت 7 سحر. پس همینطور ترجمه اش میکنید، می نویسید و ترجمه اش میکنید. رقم 2 اعودو برمیگردم الى المهجع فی الساعه الواحده ظهرا. الواحدتی می نویسید در دوم جای فراغش، در دوم جای خالی، در یکمش الی، در دومش الواحدتی، یعنی که اعودو برمیگردم الى المهجع به خوابگاه، مهجع خوابگاه، فی ساعتی در ساعتی الواحدة ظهرا که در ساعت یکی پیشین، در ساعت یکی پیشین میگوید برمیگردم، یعنی در ساعت یکی نصف روزی. یک بار دیگر میخونم اعود الى المهجع فی الساعة الواحدة ظهرا، برمیگردم به خوابگاه در ساعت یکی پیشین. رقم 3 می نویسید که اینجا نویسیدگی از خودش ادرسو یعنی که میخونم من، ادرسو میخونم من. پس در دومش می نویسید که اللغة العربیه، اللغة می نویسید ادرسو اللغة العربیه و الکریمه، یعنی که و القرآن درجه با قرآن می نویسید، بعد و نقطه کسی درجه قرآن می نویسید، و القرآن الکریمه، و در اینجاش الحدیث الشریفه. انا میطور می نویسید، یعنی که ادرسو اللغة العربیه و القرآن الکریمه و الحدیث الشریفه. به همین طریق نوشتهش میکنید. پس ترجمهش میشود که میخوانم من زبان عربی را و قرآن کریم را و حدیث شریف را. همینطور باز ترجمه اش میکنید. رقم 4 میگوید که ادرسو فی الاسبوع 5 ایام، یعنی که میخوانم من در یک هفته، در اینجا می نویسید در جای خالی که 5 ایام، یعنی 5 روز. اگر 4 روز بخونید می نویسید که 4 ایام، 4 ایام یعنی 4 روز. اگر 3 روز بخونید می نویسید که 3 ایام، 3 روز.
اگر 6 روز بخونید بنویسید که ستة ایامین، یعنی 6 روز. چند روزه که میخونید در اینجا مینویسید ادرس فی الاسبوع 5 ایام، یعنی که میخونم در یک هفته 5 روز. رقم 5 میگه که ادرس فی الیوم 5 حصص. ادرس فی الیوم یعنی که میخونم در یک روز 5 حصص، یعنی که 5 حصه، 5 درس میخونم. اگر کم بخونید بنویسید که مثلا 3 حصص، یعنی 3 حصه، یا که مثلا 4 حصص، یعنی 4 حصه، یا 6 حصص، یعنی که 6 حصه. چند حصه که میخونید همون رو نوشته میکنید. التدریب الثالث، مشق سیوم. در مشق سیوم میگوید که رتب الکلمات الآتیه لتکون من کل سطر جمله مفیدة. میگوید که جابجا که کلمه های می آمدگی را تا اینکه ساخته شود از هر یک سطر، یعنی که از هر یک خط، جمله مفیدة، یک جمله فایده‌ناک را. اینجا در لغت ها را می آورد و بعد ما باید این لغت ها را جمع کنیم. در سوی گذشته بیان کرده بودیم. مثلا رقم 1 رو ببینید، نویسگی که از نویسگی است که شعبه فصلی فی العربیه اللغه. پس این رو شما خودتون جابجا میکنید که می نویسید که فصلی، اول فصل رو می نویسید فصلی فی شعبة اللغة العربیه. می نویسید فصلی فی شعبة اللغة العربیه، یعنی صنف من در فاکولته زبان عربی است. صنف من در فاکولته زبان عربی است. همینطور نوشتهش میکنید. رقم 2 فی تدرس الاسبوع یوما کم. این را همچنین جابجا میکنید اگر که معنای هر یک کدام که فهمیدید. مثلا فی در، تدرس میخونید تو، الاسبوع هفته، یوما روز، کم چند. پس اینها را در پایان جابجاش میکنید. مثلا مینویسید که کم یوما تدرس فی الاسبوع، همینطور نوشته میکنید کم یوما تدرس فی الاسبوع، یعنی که چند روز میخوانی در یک هفته، فی الاسبوع در یک هفته. و رقم 3 المهجعی متى الى تعود. مهجع خوابگاه، متى کی الى با یا به طرفی، تعود برمیگردی تو. پس در اینجا در پایان شما نوشته میکنید، این به ترتیب نوشته است، شما با ترتیب میدرورینش. مینویسید که متى، اول متى را مینویسید، متى تعود الى المهجع، متى تعود الى المهجع، یعنی که کی برمیگردی به خوابگاه. از درس کی برمیگردی به خوابگاه، کی برمیگردی، تعود برمیگردی تو، کی برمیگردی تو، الى المهجع یعنی به خوابگاه. رقم 4 بعد اعود برمیگردم من، الظهر پیشین، صلات نماز. ببینید در پایان بعد اینها را باید شما همین 4 کلمه را در پایان تدریب بگیم، با ترتیب بمونید تا اینکه یک کلام مفید شود. می نویسید که اعود، اول اعود را می نویسید یعنی برمیگردم من بعد صلات الظهر، بعد صلات الظهر، یعنی که برمیگردم من بعد نماز پیشین. اعود بعد صلات الظهر، یعنی که برمیگردم من بعد نماز پیشین. رقم 5 فی القرآن ادرس الکریم کلیت قرآن. در اینجا این رو باید شما خودتون جابجا کنید. می نویسید در پایان که ادرس القرآن الکریم. اهمیت بدید به ترتیبش چی طور هست. ادرس یعنی میخوانم من القرآن الکریم، قرآن کریم را، فی کلیت القرآنی، فی کلیتی، جدا کلیته کردگی است، کلیته خطا می باشد، باید بنویسید که
فی کلیت القرآنی، یعنی که ادرسو القرآن الکریمه، یعنی که میخوانم من قرآن کریم رو فی کلیت القرآنی، یعنی که در دانشگاه قرآن، در دانشگاه قرآن، کلیه قرآن ده، یعنی میگوید من میخوانم. پس همین طور نوشته اش میکنید. التدریب الرابع، مشق چهارم، اقرأ کم الساعه، کم الساعه، یعنی که بخوان میگه ساعت چند شدگی است. کم الساعه، ساعت چند است. ببینید اینجا ده ساعت یک است، ساعت حال یک است. بعد به عربی میگید که الساعه الواحده، الساعه الواحده. این را شب ببینید، در اینجا ساعت دو شدگی است، میگوید که الساعه الثانیه، الساعه الثانیه. این شب ببینید ساعت سه شدگی است، می نویسید که الساعه الثالثه، الساعه الثالثه. و اینجا اینو را همش نوشته است. ببینید الساعه الواحده، ساعت یک، الساعه الثانیه یعنی ساعت دو، الساعه الثالثه یعنی ساعت سه، ساعت سه نوشته است. بعد این شب ساعت چهار شدگی است، می نویسید که الساعه الرابعه یعنی ساعت چهار. و اینش را می نویسید که ساعت پنج شدگی است، به عربی می گوید که الساعه الخامسه یعنی ساعت پنج. و اینش ساعت شش شدگی است، می نویسید که الساعه السادسه یعنی ساعت شش. اینجا همچنین نوشتگی است الساعه الرابعه یعنی ساعت چهار، الساعه الخامسه یعنی ساعت پنج، الساعه السادسه یعنی ساعت شش. در اینجا نوشته است خودش. و اینها را از یاد میکنید. بعد دوم شختون می نویسید الساعه السابعه می نویسید یعنی ساعت هفت، الساعه الثامنه یعنی ساعت هشت، الساعه التاسعه یعنی ساعت نه، الساعه العاشره ساعت یعنی که ده، الساعه حادی عشره ساعت یعنی ده، یازده، الساعه هادی عشره یعنی ساعت یازده، الساعه الثانی عشره ساعت دوازده. همین طور شما خودتون می نویسید تا ساعت دوازده را حفظ میکنید. بعد التدریب الخامس، مشق پنجم، مشق پنجم، مشق پنجم میگوید که استمع و ردد، استمع یعنی گوش کن تو، و ردد یعنی که تکرار کن تو، و ردد تکرار کن. همین ببین در اینجا چهار مصرع آوردگی، چهار کلام آوردگی است، چهار جمله آوردگی است. رقم یک را ببینید، میگه که اذهب الى الشعبة في الساعة السابعة صباحا، یعنی که میروم من الى الشعبة با فاکولته، فی الساعة السابعة یعنی که در ساعت هفت، صباحا روزانه، صبحانه یعنی در وقت صبح. پس همین را میخونید و تکرار میکنید، چند بار میخونید چند بار تکرار کردنش میگید. مثلا که اذهب الى الشعبة، تیرا بالاش ببینید یک ساکن کردگی است، اون ساکن غلط شدگی است. شعبتی کسره میخونیم میشه برای چی؟ برای اولش الا در آمدگی است، حرف جاره، بعد الا اسم کمیت کسره میشود. الى الشعبة فی الساعة السابعة صباحا. پس همینطور تکرار کردن میگیرید، یعنی که اذهب یعنی میروم من الى الشعبة با فاکولته، فی الساعة السابعة در ساعت هفت، صباحا سحری یعنی در ساعت هفت سحر، در ساعت هفت صبح. رقم دو را بینید، میگوید که اعود الى المهجع فی الساعة الواحدة ظهرا، اعود الى المهجع فی الساعة الواحدة ظهرا یعنی بر میگردم من به خوابگاه در ساعت یک وقت پیشین، هنگام پیشین. اعود بر میگردم من، الى المهجع یعنی به خوابگاه، فی الساعة الواحدة یعنی در ساعت یک، و ظهرا یعنی هنگام یا وقتی پیشین، در وقت پیشین. این را تکرار میکنید، اعود الى المهجع فی الساعة الواحدة ظهرا، و بسیار بسیار میگوید تا اینکه در یادتان بماند. و کدام شما که در کار هستید میتوانید که
بگوید که اعود الى المهجع، یعنی برمیگردم به خوابگاهم، یا اعود الى البیتی می نویسید، الى البیتی یعنی که برمیگردم به خانه، البیتی آخرش یا ندارد، البیتی آخرش کسره، برمیگردم به خانه فی ساعتی، در ساعتی مثلا دو ده برگردید می نویسید که فی ساعتی ثانیتی ظهرا. اگر ساعتی 5 بیگاه برگردید میگید که فی ساعتی الخامستی ظهرا، یعنی در ساعتی یا مساء در ساعتی 5 بیگانی. یا در ساعت 8 برگردید می‌نویسید که فی ساعتی ثامنتی مساء، یا که لیلا در ساعتی 8 شب، یا در ساعت 8 بیگاه. خلاصه همین طور می‌نویسید و هر کدومی که وظیفتون چیزی که هست ساعتی چند برمیگردید همون ایختون بسیار تکرار کنید، اون در یادتون میموند، اون در یادتون میموند. اینه که در رقم 1 خواندیم که اذهب الى الشعبة فی الساعة السابعة صباحا، یعنی که میرم به طرف شعبه یعنی که فاکولته در ساعت 7 سحر. شما ساعتی چند از کار ده میروید؟ شما بنویسید که کسی کار ده میرود، بنویسید که اذهب الى الشغل، الى الشغل آخرش کسره یا ندارد، الى الشغل فی الساعتی، یعنی که میروم با شغلم، با کارم، یا الى العملی یعنی که با کار، یا الى الشغلی هر دوش میشود، شغلم بگید میشود، عملم بگید میشود، با کارم یا که با شغلم ده در ساعتی چند میروید؟ ساعتی 5 سحر بروید بنویسید که فی ساعتی الخامسة صباحا، در ساعت 5 سحر میروم. اگر در ساعت 8 بروید بنویسید که فی ساعتی الثامنة صباحا. پس از خودتون رو می نویسید، مثلا به این طریق که اذهب الى العمل فی الساعة السابعة صباحا، یعنی در ساعت 7 سحر به طرف کار می روم. رقم 3 اتناول الغداء فی الساعة الثانية ظهرا، اتناول الغداء فی الساعة الثانية ظهرا، یعنی که تناول میکنم، میخورم غدا را، یعنی که طعام نصف روزی را، طعام نصف روزی را میخورم در ساعت 2 پیشین، فی ساعت الثانیه ظهرا، یعنی در ساعت 2 پیشین، یعنی که در ساعت 2 نصف روزی میگه عبید میخورم یا عبید میکنم، یعنی که طعام نصف روزی میخورم، تناول میکنم. اتناول یعنی تناول میکنم من، الغداء یعنی که عبید یا که خوراک نصف روزی، فی ساعت الثانیه در ساعت 2 ظهرا یعنی که پیشین. اتناول الغداء فی الساعة الثانية ظهرا. و شما کی که عبید میکنید همون را بنویسید. ساعت 1 میخورید تناول نصف روزی میکنید، ساعت 1 بنویسید، 2 باشد 2، 3 باشد 3، کی ده میخورید همون را نوشته بکنید. یا ساعت 12 بخورید اگر 12 را بنویسید، مثلا فی الساعة الثانية العشرة، یعنی که در ساعت فی الثانية في الثانية العشرة، في الثانية العشرة، ثانيتين في الثانية العشرة برای مبنی است و حالتش تغییر نمی‌یابد، لیکن از 1 تا 9 را باشد تغییر می‌یابد، تا 10 را مثلا فی الساعة العاشرة میگویی، لیکن از 11 بالا تا 19 را تغییر نمی‌یابد در وقتی گفتن تلفظ کردن. مثلا ثانیة عشرة، فی الساعة ثانیة عشرة، بله فی الساعة ثانیة، فقط اینجا رقم 12 تغییر می‌یابد، رقم 12 تغییر می‌یابد، فی الساعة الثاني عشرة، الثاني عشرة، بله. خب رقم 4 انام فی الساعة العاشرة لیلا، انام یعنی که خواب میکنم من، فی الساعة العاشرة لیلا یعنی در ساعت 10 شب، انام یعنی خواب میکنم من، فی الساعة یعنی در ساعت العاشرة یعنی 10 لیلا شب، خواب میکنم من در ساعت 10 شب. و شما ساعت چند خواب میشید امور رو بنویسید، مثلا بگید که انام فی الساعة الثامنة لیلا یعنی در ساعت 8 شب خواب میکنم، که التاسعة لیلا ساعت 9 شب خواب میکنم. چند که خواب میشوید همون را بنویسید. و یا اگر که یه چیزی دیگه علاوه میکنیم بعد درس با پایان میرسونیم، و سحر ساعت چند که میخیزی اون را بنویس که
و در یادتان بگیرید که بگویید که استیقظوا من نومی فی الساعة مثلا الخامسة صباحا، یعنی که از خوابم استیقظ یعنی که از خوابم میخیزم، استیقظ من نوم یعنی که از خوابم میخیزم، یک استیقظ من نومی نگوید میشود استیقظ فی الساعة الخامسة صباحا، یعنی که میخیزم از خوابم، استیقظ خودش میشود میخیزم از خوابم، فی الساعة الخامسة یعنی در ساعت 5 صباحا روز، یعنی صبح ساعت 5 از خوابم میخیزم، ساعت 4 میخیزم الرابعة صباحا، و ساعت چنده که میخیزی همون رو نوشته میکنی و همون رو تکرار میکنی تا اینکه در یادت بماند، در ذهنت بماند. پس این بود درس امروزه ما و شما، این حوار در شعبه و در فاکولته، این قسم دومش و با این شعبه و فاکولته خلاص شد و درس آینده ما و شما در باره نماز شروع می شود، نماز و نماز جماعت و اینها شروع می شود. درس آینده انشاءالله اونها رو بیان خواهیم کرد و این درس رو در اینجا به پایان میرسونم. یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم و این کلمات رو بسیار تکرار کنید، در ذهنتون بگیرید و بسیار تلفظ کنید و کوشش کنید که خودتون یگان عربی گپ زن بیابید، با اون عربی گپ زنید یا که خودتون به خودتون عربی گپ زده و ترجمه کردن بگیرید تا اینکه در ذهنتون بماند کلمات حفظ کرده اتون. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.